سلام برای ماهتون. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. فکر کنم این ویدیو را برای کانال طبیعتگردیم بعد از 2 ساله دارم ضبط میکنم. اونم فقط به خاطر کامنت بعضی از دوستان که برام نوشته بودن که ولاگات خوب بود چرا ادامه ندادی. جزیره قشنگ قشم هستین و اینجایی که من هستم جاییه که شناخته شده نیست که همه ماشیناشون رو گاز بدن بیان سمتش رو شلوغش کنن. اگه که یه سکوت چند دقیقه‌ای برقرار بشه اینجا فقط صدای باد و پرنده های قشنگ میاد، ولی خب حالا یه چند تا ماشین و مسافر اینجا هستن صدای طبیعت رو خرابش میکنن. اینجا کجاست؟ اینجا طبیعت روستای برکه خلف هستش. خب شما همچین ویویی را، همچین منظره‌ای را هیچ کجای ایران نمیتونین ببینید. اون نهشته های رسوبی اطرافش خب که فقط مخصوص جزیره قشمه، ولی با درخت هایی که سبزن زیادن. حتی روبایی که الان از اون سمت منظره رد شد با 1000 تا پرنده و جونور واقعا اینجا رو بکر و خاص کرده. یعنی به معنای واقعی کلمه خودم و فیلم بردار که خواهرم باشه از طبیعت اینجا لحظه لحظه لذت داریم میبریم. عکاسیمون رو کردیم، گفتم که انقدر اینجا خوشگله دلم نیامد که ولاگ نگیرم و نشون شما ندم. بعد نکتهش اینه که میگم شناخته شده نیست، یعنی کنارش دقیقاً دره ستاره هاست. بعد ماشینای مسافرها اگه یکم از روستا بریم بیرون میبینی صف کشیدن و ترافیک درست کردن که خودشونو برسونن به دره و اینجا زیاد نمیان. خب یک فضای خیلی خیلی خلوت باش مناسب برای ریلکس کردن. حالا من اومدم این قسمت بالا، هر یه گوشش یه لوکیشن عالیه برای عکاسی. بعد وقتی من تازه رسیدم اینجا انقدر فضا دلنشین بود که دلم نیامد به این زودیا برم سراغ موبایل یا دوربین که عکاسی کنم. رسیدیم از طبیعت لذت بردیم، 1 ساعت به و چهچه کردیم، نهار درست کردیم، استراحت کردیم. کم کم همتم کشید که بیام سمت فیلم گرفتن و عکاسی کردن. 3 فروردین 1404 هوا زیاد گرم نیست و خیلی خوشگله اینجا. حالا براتون فیلم میگیرم بیشتر ببینید. راه نداشت به اومد جلو تازه 80 تا بری میتونی همه چی بگیری. 100 تا هم که بری نمیتونی بگیری. نگاه کن مدل آب خوردن ها یاد بگیر. بیا این قهوه رو درست کنین چه داری؟ این میره تو ولاگ اما حسین نه طور نیست بذار قشنگ. ببین هر آره خدای. حسین اینجا کجاست؟ امریکایه. خلفان قش؟ خلف برکه؟ خلف نه خلف قشنگه؟ عالی. نه ببین آقا خوبه جات اونجا. پیرمرد پرحاشیه. اینجا کجاست؟
نمیدونم. برکه مرکه خلف. اینجا کجاست؟ در ستارگاه. برکه یادم نیست. کجاست؟ برکه ناخلا. خلف. ما تفریحمون رو کردیم و حسابی به همون خوش گذشت. الان تصمیم گرفتیم که بریم از دره ستاره ها که نزدیکی همین طبیعت قرار داره دیدن کنیم. حالا چرا من این تیکر رو اومدم براتون صحبت کنم؟ واقعیتش اینه که توی ماشین آهنگ داریوش داره پلی میشه و اگه من این قسمت رو میذاشتم یوتیوب لطف میکرد و به من کپی رایت میداد. همونطور که میبینین تعداد ماشینایی که توی این قسمت جزیره هست نسبت به شلوغی عید نوروز واقعا خیلی کمه و همونطور که بهتون گفتم اینجا مکان خیلی خوبیه برای ریلکس کردن و دور بودن از شلوغی جزیره و من به شخص این مدل طبیعت رو خیلی دوست دارم. ترکیب یه آسمون آبی بدون هر گونه آلودگی، نشتای رسوبی مخصوص خود جزیره قشم و اون درختای سبز. توی تصویر نگاه کنین همین مقدار خاکی رو بریم داخل همون جاده که همه دارن داخلش میرن سمت دره ستاره ها، فاصله ما بود تا دره ستاره ها. خب توی ماشین موزیک بعدی از موین پلی میشه و ما مکافات داریم با یوتیوب. مجبورم که این قسمت هم حذف کنم و بهتر خودم به جای موین بخونم. حضرت موین میفرمودن که پرنده قشنگی بود و پر زد، رفیق روز تنگی بود و پر زد. مکافاتی داریم با این یوتیوب ها. ما خارج شدیم. اینا با اونجوری که کنی خراب باشه. حالا چی ما استادیم دیگه بریم. نه تا شلنگ عوض میکنه. مگه میشه؟ اومدیم دره ستاره ها. دره ستاره ها هم یکی از جای دیدنی روستای برکه خلف هستش. خیلی قشنگه بچه ها. من توی کامنت ها میخوندم مردم نظر داده بودن راجبش، همه خیلی کم لطفی کرده بودن، گفته بودن نرید هیچی نیست، ولی واقعا قشنگه. نشته های رسوبی فوق‌العاده خوشگلی داره که واقعا هیچ جا دیگه نمیشه ببینید. یه آرامش خیلی خوبی هم داره که متاسفانه مسافرها میان با اسپیکر اینجا آهنگ میذارن، گند میزنم بهش. ولی در کل بخوام بگم ارزش اومدن داره. یعنی همون روستای برکه خلف که بیاین نزدیک همون جاست، اصلا جادهشو میتونین ببینین. میاین داخل ورودی میدین. برای سوم فروردین 1404 ورودیش نفری 20,000 تومان بود. بعد قبل از این که وارد این فضا محوطه بشین، اون اوایل ورودیش مثل همه جای دیدنی قشمی بازارچه محلی خیلی قشنگ داره. لباسای جنوبی، صنایع دستی با صدف و همه اینا رو میفروشن. بعد باید یه مسافت خیلی کوتاه بیاین تا برسیم به داخل این دره ستاره ها. یکم حواسمون پرت کردن این مسافرها که میان، نمیدونم چرا براشون عجیب فیلم برداری و توضیح دادن. فقط اینو میخوام بگم که آیا دره ستاره ها ارزش اومدن داره؟ آره داره، خیلی باحاله. کی بیایم بهتره به نظر من. نزدیک غروب خیلی خوبه به خاطر خنک بودن هوا، کم بودن نور و صبح مثلا ساعت 9 و 10. ولی خب ظهر اگه بیاین خیلی گرمه اینجا. ولی هر موقع هم که میاین حتما آب یخ خودتون بیارین. حالا من دیگه کمتر حرف میزنم، بیشتر براتون فیلم میگیرم. چیزی درباره نشه. فقط
سلام. سلام. اینجا کجاست؟ اینجا در ستاره جزیره قشم. قشنگه؟ خیلی زیبا. پیشنهاد میکنیم به کسی؟ 100%. مهدی آفتاب که تو صورتته خیلی بد افتادی. راست میگه. نرو تو اینا آره میسپیت که بگی من آقای که این یاد بشی بدبخت وقتی من میخوام بیام پایین. یه دست رو بگی؟ نه خودش بره تو باشه بریم. از اون قسمت که پایین تر از سطح زمین بود و دور تا دورتون صخره های در ستاره ها بود، راه داره که از پله بیایم بالا و برسیم به این فضا. دیگه واقعا هرچی من از قشنگیش بگم کم گفتم. فوق العاده است، خیلی خیلی خاصه. یعنی منظره که شما شاید فقط تو خواب ببینید، تازه اگه خیلی خوشخواب باشین. و فقط میشه گفت که لذت بخش دیگه. هوا هم عالی، یه باد خنک میاد و چون که نوروز هستش مسافرها زیاد اومدن و یکم شلوغه، ولی چیزی که ناراحت کننده است بعضی از مسافرهای اسپیکرهای بزرگ میارن بعد موزیک میذارن که این آرامش و فضای طبیعی رو یکم به هم میریزه. من خوشم نمیاد زیاد. الان تو ویدیو دارم میگن که همین الان یه همچین مسافر این کار کرد روی کمی رفتار اون باخم، ولی کلا میگم در ستاره ها حتما بیاین. این شترهای قشنگ هم موقعی که دیگه بازدیدمون تموم شده بود و داشتیم برمیگشتیم به سمت جاده اصلی دیدیم و فیلمش رو براتون گرفتم. اختتامیه قشنگی شد. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.